با سلام، ادامه کتاب رو میخوام شروع کنم. اینو دارم پشت سر هم ریکورد میکنم به خاطر اینکه احساس میکنم مطالبش خیلی جذاب شده و بهتره که زودتر بذارمش. عواطف و احساسات چیزی نیستن مگر الگوهای فکری تقویت شده و گسترش یافته. از آنجا که این الگوها مدام تقویت میشوند و نیرو میگیرند، در ابتدا حضور کامل پیدا کردن و تماشا کردن آنها دشوار است. الگوهای فکری میخواهند بر تو چیره شوند، معمولا موفق میشوند مگر آنکه حضور خویش را تقویت کرده باشی. اگر به دلیل حضور نداشتن به یک انگاری ناگاهانه خود با عواطف و احساساتت کشانده میشوی، عواطف و احساسات به طور موقت جای تو مینشینند. اغلب بین فکر و عواطف تو دور باطلی برقرار می شود. آنها یکدیگر را تغذیه می کنند. الگوهای فکری انعکاسی اغراق‌آمیز پیدا می کنند و خود را در صورت احساسات یا عواطف جلوه‌گر می سازند. از طرفی بسامد پرنوسان عواطف تو نیز مدام به الگوهای فکری تو غذا می رسانند و آنها را زنده نگه می دارند. با انگشت گذاشتن ذهنی روی وضعیت، حادثه یا شخصی که علت ایجاد عاطفه یا احساس فرض می شود، فکر به عاطفه غذا می رساند که به نوبه خود موجب تقویت الگوی فکری می شود. اساساً همه عواطف و احساسات صورت تغییر یافته یک عاطفه یا احساس اولیه نامشخص بیشتر نیستند. احساسی که در ناآگاهی ریشه دارد. ناآگاهی نسبت به اینکه حقیقت برای نام و شکل تو کدام است. به دلیل نامشخص بودن ماهیت این احساس، پیدا کردن اسمی برای آن دشوار است. ترس کمی به این احساس نزدیک است، اما صرف نظر از احساس مداومی تهدید، احساس مذکور در برگیرنده حسی از کنار بودن و نقص نیز هست. شاید بهتر آن باشد که اصطلاحی را به کار ببریم که به اندازه همان احساس اولیه نامشخص باشد و آن را درد و رنج بنامیم. یکی از وضعیت‌های مهم ذهن آن است که با دردهای عاطفی بجنگد و آنها را برطرف کند. این وظیفه توجیه کننده فعالیت‌های بیوقفه ذهن است، اما تنها کاری که از عهده ذهن برمی‌آید سرپوش گذاشتن بر روی این دردهاست. در واقع ذهن هرچه بیشتر می‌کوشد تا از این دردها خلاص شود، دردها را افزایش می‌دهد. ذهن هرگز نمی‌تواند برای رفع ناراحتی عاطفی یا روحی چاره‌ای پیدا کند. ذهن به تو هم اجازه نمی‌دهد تا برای این مشکل چاره‌ای پیدا کنی، زیرا ذهن عنصر اصلی مشکل توست. تصور کن که رئیس پلیس در صدد است تا عامل آتش‌سوزی جای مهمی را پیدا کند که از طرفی عامل آتش‌سوزی خود رئیس پلیس باشد. تا از ناراحتی‌ها و رنج‌های عاطفی خود رها نمی‌شوی مگر حساب خویشتن خویش را از ذهن جدا کنی، یعنی خود را با ذهن خود که همان نفس است یکی نپنداری. بدین سان ناگهان ذهن از سریر قدرت پایین می‌افتد و هستی به عنوان ذات حقیقی تو آشکار می‌شود. بله، می‌دانم که چه پرسشی در سر داری. می‌خواستم بپرسم نظرتان درباره احساسات مثبت مانند عشق و شادمانی چیست؟ عشق و شادمانی از حالت طبیعی احساس یگانگی تو با هستی جدا نیستند. عشق و شادمانی یا احساس آرامش ژرف فقط هنگامی حاصل می‌شود که شکافی در جریان فکر ایجاد شود. برای بسیاری از آدم‌ها شکافی از این دست به ندرت یا تصادفی اتفاق می‌افتد، در لحظه‌هایی که زبان ذهن بند می‌آید. برای مثال، هنگامی که تو در برابر شکوه زیبایی چیزی یا کسی در می‌مانی، یا هنگامی که مشغول تلاش و تقلای سخت بدنی هستی، یا حتی زمانی که با خطری بزرگ روبرو می‌شوی، در این لحظه‌ها ناگهان سکونی ژرف تمام درون تو را پر می‌کند. در این سکون ژرف شادمانی هست، عشق هست، آرامش هست. این لحظه‌ها معمولاً کوتاهند، زیرا ذهن به سرعت پادرمیانی می‌کند و سر و صدا راه می‌اندازد. همان چیزی که ما آن را فکر می‌نامیم. عشق، شادمانی و آرامش هرگز تحقق نمی‌یابند مگر آنکه تو خود را از سلطه ذهن رها کرده باشی. اما منظور من از عواطف و احساسات شامل عشق و شادمانی و آرامش نمی‌شود
اینها ورای عواطف و احساسات در سطحی عمیق‌تر قرار دارند. بنابراین پیش از آنکه بتوانی آنچه را که ورای عواطف و احساسات قرار دارند تجربه کنی، لازم است نسبت به عواطف خود کاملا آگاه شوی و بتوانی آنها را احساس کنی. منظور من از عواطف و احساسات آن چیزهایی است که مایه آشفتگی و بیقراری می‌شوند.